سلطان تجزیه ایران کیه؟ نفر اول انقدر زمین از دست داده که مغزتون سوت میکشه. رتبه هفتم محمد رضا شاه پهلوی با بخشیدن بحرین، ییلاق فیروزه و نواحی مرزی شمال غربی نزدیک به 1000 کیلومتر مربع. رتبه ششم رضا شاه پهلوی با تقدیم آرارات، اروندرود و دشت نوامید به مساحت 56000 کیلومتر مربع. جایگاه پنجم مظفرالدین شاه قاجاره با از دست دادن 2/3 سیستان به وسعت 99500 کیلومتر مربع. نفر چهارم فتحعلی شاه قاجاره که با عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای 272000 کیلومتر مربع را به باد داد. رتبه سوم احمد شاه قاجاره که قطر، امارات و عمان به مساحت 405000 کیلومتر مربع را از دست داد. جایگاه دوم محمد شاه قاجار که در عهدنامه ارزروب 627000 کیلومتر مربع را بخشید. مساحت تجزیه شده توسط نفر اول از مساحت گرینلند بزرگتره. ناصرالدین شاه قاجار در پیمان آخال و معاهده پاریس و گلدسمیت 2,206,000 کیلومتر مربع را بخشید.